این سال هموطنان ما دختر جوانشان را طفلشان را فروختند. امشب او در اخبار میشنوه که رئیس جمهوری افغانستان چی تصمیم میگیره. ما مستند صحبت کنیم، ما با دلیل صحبت کنیم، ما مسئله شخصی، قومی، تنظیمی کلی را دور بگذاریم. دو مسئله بسیار مهم مطرح است. یکی قیمت‌ها. به تاریخ 29/6/86 در شروع ماه مبارک رمضان آقای امین فرهنگ یک کنفرانس مطبوعاتی دادن و بعضی قیمت‌ها را اونجا ذکر کردن که من میخوام. سندش اونجا درباره اختلاس من میاد، سندش اونجا پیش من. آقای فرهنگ گفتن 1 کیلو روغن از 45 و 66 افغانی رسیدن، 100 برنج از 190 و 385 و غیره و غیره. بعد کلمه‌ای که اضافه کردن این قیمت‌ها برای دولت قابل قبول نیست. این قیمت امروز تاریخ 11 است. این قیمت‌ها 3 برابر 4 برابر بالا. مسئله اسناد اختلاس امضای خود وزیر صنعت تجارت است، دکتر میر محمد امین فرهنگ وزیر تجارت و صنایع. شماره مکتوب 262 تاریخش 5/1/86. من مکتوب دیگه دارم که تقریبا 10 صفحه است. تاریخ 28/12/85 قرار احاله قضیه اختلاس مواد نفتی مطابق ماده 37 قانون کشف و تحقیق، ماده 19 قانون تشکیل و صلاحیت سالن‌والی. محترم ریاست عمومی سالن‌والی امنیت. در این مکتوب که تقریبا 12 صفحه است، در این مکتوب امضاهای و تحقیق کننده ها مسئولین محترم سالن‌والی با نامشان با امضایشان از سالن‌والی از ریاست ملی امنیت ملی وجود دارند. در این 12 صفحه اونا به صورت تشریحی نقطه به نقطه 1 2 مقدار اختلاس تا متداوم دارم، مقدار اختلاس و موارد اختلاس را به صورت واضح و روشن اینجا گفته و نوشته است. بنابراین اختلاس به کفایتی، عدم احساس مسئولیت و دلسوزی به مردم در نه تنها در کار وزیر تجارت و صنایع بلکه در کار کلیه وزرا، اما امروز این دگیر بود و من میترسم که کدام معامله نشده باشه که سالی از اینجا میره. امروز اگر ما وظیفه خود انجام ندهیم پیش خدا و پیش خلق ما مسئولیت سنگین داریم. تشکر از توجهتون. فرق میکنه یا وزیر سه؟ من فکر میکنم که معامله شد. تصمیم گرفته شده، این فقط نمایشی است. چرا درباره 2 وزیر قبلی نشد؟ معامله شده. سلام خداوند بزرگ و بیان شهدای عزیز افغانستان و بخصوص امروز یکی از ماها که در بین ما نیست و همچنین شهید طفلی که در این حادثه 10 ساله اشتباه نکنم هم امروز در افغانستان و بین پدر و مادر و خواهر و برادرش نیست. امروز محکمه اردوی ما نیست، امروز محکمه پلیس ما نیست، امروز محکمه سیاسی به مفهوم مقدس یا محکمه پارلمانی فراریان 8 سال که سنگر را به هر دلیلی که باشه ترک کرد. دولت مردان ماست که هیچ وقت اینا مسئول نبودن. اگر کشته است، اگر زخمی است، اگر مجروح، نهایتش تحصیل دارن و اشتباه میکنن. نهایت روز 8 سال کسانی که مسئولیت امنیت به عهده داشتن نه تنها کمترین وظیفه خود انجام ندادن بلکه خواسته نخواسته تحفه به دشمنان داخلی و خارجی افغانستان تقدیم کردن که تا تاریخ زنده است. این در صفحه تاریخ افغانستان به عنوان یک لقب میمانه. تنها چیزی که ما میتونیم این است که با موضع‌گیری خود، با رأی خود یک کمی از رنگی لکه سیاه کم کنیم، اما لکه سیاه ما از بین بردن نمیتونیم. پیشنهادی که من دارم در 2 نقطه، پیشنهادی که من دارم یک دفعه مبتلای که اشتاده بشه، یک دفعه
وکلایی که کمی چیزدن یک دقیقه من وقت بدن. اول ماده 92 قانون اساسی افغانستان در فقره سیومش نوشته رأی اعتماد از وزیر باید صریح، مستقیم و بر اساس دلایل موجب باشد. رأی سیری اینجا پیشنهاد نشد. پیشنهاد من چیست؟ که نه تنها رأی علنی داده شد، بلکه رئیس ولسی جرگه تا آخر باید بشینه که نشد مثل دفعات گذشته کدام حادثه از طرف دیگر باید رئیس ولسی جرگه یا منشیش نام وکیلی که رأی اعتماد میدهد و نام وکیلی که رأی عدم اعتماد میدهد فوراً از طریق تلویزیون‌های که اینجا حاضر است به افغانستان اعلام شد. یک نکته دیگه یک جمله میخوام عرض کنم که یک جمله در دشت میوند وقتی که فرار کردن از مقابل دشمن یک دختر چوپان باکره خواست گفت که با میوند پیشنده شد خدای نامی ببیننگی نجیز امروز اگر ما رأی اعتماد به اینها بدهیم خدا از بیننگی تا آخر عمر ما را نجات می‌دهد. تنها بدیلی که من دارم به صورت مشخص و واضح و روشن این است که ما یک تصمیم دستجبی بگیریم که دیگر قشر این جامعه را که به دولت سر اونها ما در این چوکی نشستیم هم فراموش نکنیم. بنابراین در طرحی که من پیشنهاد میکنم در معاش حداقل با 7000 میگیم باید باشه. ما میگیم که معلولین ما، معیوبین ما، بازمانده شهدای ما، بیوه‌های ما و متقاعدین ما نمیتواند و نباید از این معاشات استثناء و خارج شود. نکته دیگه که بسیار مهم است همونطور که ما نمیتونیم معاشای حداقل بالا ببریم اگر معاشای حداکثر پایین نداریم. این غیر ممکن است. اینجاست که صداقت ما به صورت واضح و روشن معلوم میشه که ما حاضر هستیم به عنوان وکیل، سناتور، رئیس جمهور، وزیر قربانی را قبول کنیم که اولاد کشور هم یک لقمه نان خشک داشته باشه یا نه. بنابراین معاش حداقل 7000 بسیار، اما 7000 ممکن نیست اگر معاشی 200,000 افغانی و 30,000 دلاری که من اسنادش دارم این معاشات به 20,000 افغانی نیست. اینجا من شرط میکنم اگر شما از 5,000 افغانی بالا بردین، اگر معاش خود پایین نیاوردین هرچی که به من میگید، اگر ما حاضر شویم که قربانی را قبول کنیم و گام اول برداریم که معاش رئیس جمهور افغانستان، معاش مشاور خارجی افغانستان، معاش مشاور داخلی ما، معاش وزرای ما، معاش وکلای ما و سناتورای ما و معینین ما از 20,000 افغانی اضافه نباشه، او زمان معاش معلول و معیوب و مامور و اجیر و معلم از 7,000 بالا میتونه شد. و من یک ماده تعدیلی پیشنهاد میکنم و میخوایم که را برای بگذاریم. ماده اول معاش تمام معلولین، معیوبین، بازماندگان شهدا، متقاعدین، بیوه‌ها، اجیران و تمام کارمندان دولت حداقل 5,000 افغانی از آغاز ماه حمل 1387 می باشد. ماده 1. ماده 2 تمام معاشات دلاری، PRR، سوپر اسکیل، معاشاتی که از 20,000 افغانی بالا می باشد در دولت جمهوری اسلامی افغانستان لغو می باشد. در احکام متفرقه ما پیشنهاد میکنیم که اگر در 2 ماه قانون کوپراتیو را دولت حکومت ارائه نکرد، وزیر مالیه باید از چوکیش سبکدوش شود. و مسئله دیگر در احکام متفرقه که بسیار مهم است، هیچ مامور دولت تحت هیچ نامی تنقیح شده نمیتواند نماینده کمیسیون اصلاحات اداری و صدمات ملکی خواب در چشم وکلا میاندازد. ما مامورین میشناسیم که به صدها و هزاران تنقیح شده و اینا به جایش کسانی را آوردن که فقط اون نیمه انگلیسی میفهمه و نیمه کامپیوتر میفهمه.
ما می‌خواهیم که امروز ما یک تصمیم بنیادی بگیریم. بعد ما بحران است. معلم ما فقط به خاطر این اعتصاب نکرده که ماش بالا بره. معلم ما 2,500 3,000 افغانی که ماش داره در کابل 2 ماه میشه ماش 2,500 داده نشده. در ولایات 4 ماه میشه که می ماش 2,500 داده نشده. من پیشنهاد اصلی من این است که ماش در افغانستان حد اقلش 7,000 باشه و حد اکثرش 20,000 افغانی باشه و منابع دیگه جبرانش اگر شما میخواید ما دستش داریم که طبق ماده 96 قانون اساسی از این منبع قانونی ما میتونیم اینو تمویل کنیم. منتها ما باید صلاحیت جرأت بگیریم، صلاحیت خود اعمال کنیم. برای خدای بزرگ و برای شورای افغانستان خواستن به خاطر این معنا داره که بعض وقتا متاسفانه گوشای ما کارش ما پیان است و ماده اصلی قانون اساسی ما در این طور چندین بار زیر پا گذاشتیم. اعتراضی که من دارم در 2 نقطه است. کسی با من گفتن میتواند که رئیس جمهور افغانستان وزراش امروز گریسنه است و علف میخورد؟ نه. پس چرا ما حق اولویت به کسانی بدیم که همیشه دارای امتیاز است؟ حق اولویتی که ما داریم باید مسئله کسانی که امروز گریسنه است، معلولین، معیوبین، بازمانده شهدا، مامورین، بیوه‌ها، متقاعدین و معلولین این حل شود. اگر حل نمیشه هیچ دستوری در اجنده ما بررسی نباشه. دوم، آیا شما خبر داریم که همین افراد مقامات عالی دولتی ما چقدر ماش از چند منبع میگیریم؟ تا زمانی که ما به صورت واضح و روشن و مستند نداریم که فلان وزیر ما، فلان قاضی ما، فلان کسی بالاتر ما، وکیل ما، سناتور ما، هر کسی که هست او علاوه بر ماش که دولت میگیره از کدام سفارت، از کدام اینجور، از کدام سازمان ملل ماش میگیره، ما چگونه میتونیم ماش تعیین کنیم؟ اول ما مجموعی ماشات مقامات عالی دولتی را داشته باشیم، بعد از اون ما میتونیم در رابطه با ماشات را صحبت کنیم. بنابراین اگر ما با شروع جلسه باز به کسانی امتیاز بدیم که اونا همیشه دارای امتیاز بوده، نه احساس گرسنگی میکنن، نه از ندادن کرایه خانه به ظلم و ستم و عذاب افتادن، نه از خریدن یک بوجه آرد در ستم هستن. من فکر میکنم که نمایندگان ملت باز با سر خدا میرن، باز رای غلط میرن و من شرکت نمیکنم اگر در اجنده امتیاز به این مقامات عالی دولتی داده شود تا زمانی که مسئله معلمین، مامورین، معیوبین، بازمانده شهدا حل نشود به صورت واضح و روشن و قطعی. تشکر. از طرف دیگر این امتیاز نیست که در کشور یکی 3,000 5,000 افغانی ماش میگیره، چیزی که ما تصویب کردیم یکی 100,000 افغانی ماش میگیره. این اگر امتیاز نیست چیز؟ آیا شکم یک وزیر او از تلاس و شکم یک ما میخوایم اول قانون قبلی ما آقای قانونی را من میخوایم در رای بگذاریم. این پیشنهاد من در رای بگذاریم آقای قانونی. یک لحظه پیدا خبر داریم که ما یک صندوق پستی داریم و در صندوق پستی تمام دعوت‌ها و تمام خطهایی که میاد در صندوق پستی گذاشته میشه. اما امروز از صبح تا الان دعوتنامه آقای فاروق وردک را برای وکلا در عینی که ما جلسه داریم تقسیم میشه که یکیشان برای من رسید. من فکر کردم که یک چیز مهم واجب باشه. اعتراض من این است که در کشوری که مردمش علف میخورند آقای فاروق وردک از کدام بودجه وکلا و سناتورا را در مختلف کانتین‌ها دعوت میشه و مطلب به زیر کی میره؟ در کشوری که معلول و معیوبش نان خوردن نداره. یک جمله فقط 2 جمله آقای قانونی، یک جمله که من بسیار متعجبم که ما خود پیروی پیامبر اسلام میدانیم و او را روبرو جادوگر